ای سوختان دی والله. سلامونه درنو هیوادوالو، ستړي مه شئ. زه شینکه احمدي مو یو بلې خپرونې ته هرکلی کوم. هیله لرم چې له خوښۍ او خوشحالۍ څخه به ډک ژوند ولرئ. راغلی یم د کابل ښار یوې نانوایۍ ته. په کابل کې ګرمه ډوډۍ. څنګه یې ورکیا دایم وقت اینک میکنیم. نه خود بتونید. سخت است. وای تیره دست ما رو ندنی. یا آسان دیگه ما روشنش میکنیم یا کم خود ما رو هم زحمت میکشیم. تو نیست که نه زحمت ما خودم شاگردی دیگه کردیم، یک 2-3 سال شاگردی هم کردیم دیگه. کسب پدری ما بود آمدیم دونیم زه تو بخی خوالا کردم اولا. او تاسو نه ما هیچ سرش خبر نیستیم. یا لگه میگیم تا میشم پس بالا میشیم. اگه کدام مشکل پیدا کنه وارث کنه تا میشیم جورش میکنیم. چی رقم جور میکنی حالا ایرا؟ چی بسته میکنی؟ دمی پای خود بوتای قوی بسته میکنیم. نه ولی دست رقم میکنی؟ میتونم تا شروع پس بالا دست این خود هر چقدر بگه میتونم اتمام تا شروع صبر مکنم. نه والا سخت است. ما مثل یک چیز عادی شده برای ما یک فرق. اوکاش چطور است؟ دو تا اوکاش از طرفی طرف برقا نیست. بعد وقتا برقا میایه بعد برقا نیست. وقتی که مسئول حکومت میامد میگه او چتری دست میگه او چی بگه بود؟ او خب شاروال که آمده بود کدام نمبایی در آمده بود گفته بود اوکاش داری یا نداری؟ یک گپ زیاد کرده بود برای او زیاد کسا را میشناسم میگه یک گپ چتری دست میگه بدون اوکاش داره من میگه.
کار به جمعی باز بله. آرد جور میکنین؟ نه از خمیر صبح شب خمیر میکنیم، خب با صبحی پخته میکنیم و از خمیر چاشت صبحی خمیر میکنیم. خب در روز چند تا نان پخته میکنی؟ روز یک 900 دانه نان میشه. 900. بله. قیمتش باز فرق داره؟ قیمت آرد یا نان؟ نه قیمت نان. برای 60 مثلا 20 افغانی میتیم، باز طاقه‌ای داره. نه کم باز 20 روپیگی است. او جورایی میگه. زغالش هم فرق داره. زغالش کم کلانک میباشه. دیگه ما نان طاقه‌ای داریم، جورایی داریم، 3 تایی هم 6 تایی هم. که دغه تنور چې ورته ویل کی دا مخکې گازی نه و از اول نبود، گازی نبود. حال گازی شده. حال گازی شده. راحت شدین چه رقم؟ حال راحت است. خب اگر سابق چولی که بود از نان بود نان از او، خب از امروز باز قدر بگه نمیتونم. از نداره نانش. نانش فرق ده. چند سال میشه که گازی شده؟ تقریبا یک 15 سال شده. 15 سال؟ بله 15 سال خب گازی شده. حالا چی میکنی؟ نان گرم میکنی؟ تاسو والا که ساعتی در ډوډۍ ګرم ساړه شي دلته ګرمیږي. خوب است دیگه. سوختان دی والله نزن در دی که تو گفتی استاد نمیسازه. حالا او برادر دی دست نزنی کار ساتیری نیست تک نمیسازی. نه والا استاد دست نسوخت. کی بچی رقم میشه والا. دی او بزن اگر نه والا دست زیاد خراب. یا و ببری خالی کنی تا تپمانو یا لاس وایلو لاس می وسو نه زه خیره تر بیا بل خبرونه و پاک رب سپارم که وخت خیر باشه.